حالا بشنوید از حاجی شکنبه که از بیزینس سیراب شیردون گوسفند رفته تو کار کشفیات پزشکی و بعد از 80 سال نشستن روی منبر بالاخره به نکات جدیدی درباره بدن خودش پی برده. پوست ما چقدر ضخامت داره؟ چند میلیمتر فشار داره این چند لیتر خون ما؟ چرا تو این 70-80 سال این فشاری که از تو به پوست میده پوست پاره نمیشه و خونا بیرون نمیرزه؟ کله ما یه سرزمینه، چجوریه که آب زیر زبان ما شیرینه، آب چشممون شوره، آب گوشمون به شدت تلخه، فک پایین رو متحرک ساخته، فک بالا رو ثابت قرار داده. همینطور بیا پایین بدن، کف پا رو مثل استخوان پیشانی صاف نساخته، منحنی ساخته که بتونه تمام وزن بدن رو تا 90 سال تحمل کنه. این هم سوپر مشنگ هفته است که این بار با وارد شدن به زبان انگلیسی به کشف جدیدی رسیده که همه استادای زبان رو کیش و مات میکنه. اینایی که انقدر زن کنن در اروپا حقوق زن، امروز من از یکی از دوستان در نشسته بودیم با هم برای مطرح کرد، در زبان انگلیسی به مرد میگن من، ولی به زن میگن چی؟ وو. بعد من وو یعنی وسیله. اینا اصلا کلمه ای برای زن تو فرهنگ انگلیسی نیست. وو یعنی وسیله، یه وسیله من برای مرد. یادتونه عنتری نژاد میگفت میخوایم بریم تو فضا اونجا از بالا مدیریت کنیم؟ حالا این هم یک کامنت از یک کارشناس حکومتی که با یه سوزن میزنه بادکنک پیشرفت‌های نظام و شطرق. ما الان توانستیم ماهواره بسازیم، ماهواره بر هم بسازیم، از روی سطح کره زمین رها کنیم، در ثانیه درجه فلان کنترل بکنیم. چه جوریه که یه سیب زمینی و گوجه رو نمیتونیم رو زمین تو جاده بیاریم تهران و قیمتش 10 برابر نشه؟ آقا کی بود که میگفت طرح اقتصاد مقاومتی عظما جواب نداره؟ بفرمایید. این حاج خانم ولایت مدار ژاپنی میخواد با خرید یک پراید به جای تویوتا اقتصاد مقاومتی ولایت رو اساسی غنی‌سازی کنه. رغم اینکه کشور ژاپن محصولات الکترونیکی فوق‌العاده خوبی تولید میکنه، اصرار داشتید که لوازم ایرانی بخرید؟ بله حتما. چرا؟ ما باید اقتصاد کشور شیعه کمک کنیم. سوال هفته: آقا چی شد که زوار نظام ولایت توی تحریمات در رفت؟ پاسخ رو از زبون این حاجی کلمبوس بشنوید. جامعه ای که مثل بچه پولداران نفت و دلارش کردن، بهش دادن، ماشین گران قیمت شد، دکور وزارت خونه و اداره شد و امثال این شد، این جامعه با یه تحریم از پا در میاد. حالا که نظام داره با یه تحریم از پا در میاد، باید چی کار کرد؟ هیچی، یه راهش اینه که یه بازیگر رو بیاری تو تیوی ریش تا با این حرفا جلوی ترکیدن انبار باروت رو بگیره. دلار هی میره بالا بره، بنزین میره بالا بره، مسئله این جهنم اب نداره. لیتر 2000 تومان هم شد، بالاخره ما تا اینجاشو دادیم، اینجا به بعدش هم میدیم این پولو. حالا بالاخره آقای روحانی هم دمش گرم کلیدو نشون داده، ولی این مثل کلیدو گم کرده، الان قایم کرده. وزیر کشور شیخ فری اومد با موتور سواری تو خیابون افه پوپولیستی بیاد، اما سوت بلبلی زد. سوتش همین بود که کلا کاسکت نذاشت. این در حالیه که ماموراش از قبل پیله کردن به همین چیزا روزانه کلی کاسه بند. الان این همکارتونه، بگی کلاه ایمنی نداره دیگه.
موتور با کلاه ایمنی نیست. خب شما این بندگان خدا رو دارن به خاطر خلاف قانونی میگیرن، شما خودتون اومدید کمک اینا بدون کلاه اومدین کمک. خیلی خوبه، پس شما در نکنید. تنها مشکلی که میمونه مشکل کپک زدن پرتقالاست که تیویریش این موزل رو هم با یه برنامه آموزشی حل کرده. قربون صدقه پرتقالا برید تا کپک نزنن. مثلا اگر شما هر روز به بچه‌ت میگی درس بخون، چرا نمیخونی، اعصابم خورد کردی، همه حرفای تیکی کلامای اینجوری رو بنویسین روی این برچسب بزنید. روی اون یکی دیگه پرتقاله هم بیاین برچسبای خوب بزنید. این نیمه همون پرتقالیه که 2 ماه پیش دوستان ما این کار رو انجام دادن. کلماتی که ما این برای این پرتقال به کار برده بودیم باعث شد این نصفه شروع کنه به کپک زدن.